در مورد جهل آخوندها بیادبی و بی‌تربیگیشون رو دیدید در اینجا. در مورد جهلی که اینها دارند من یک مطالبی رو اینجا آماده دارم خدمتتون نشون بدم که چطور اینها حتی به کتاب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که نهج البلاغه که این همه بهش مینازن جاهل هستند و این جهل از دروغگوی بزرگ به اصطلاح آقای قزوینی بشنویم خیلی جالب خواهد بود. احمد جان این تصویر رو نشون بده. استاد میگن که حالا از نهج البلاغه این جمله رو نقل میکنن که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که من مثل همه مسلمان ها هستم و هیچ فضیلتی بر دیگران ندارم. آیا واقعا چنین جمله‌ای در نهج البلاغه اومده؟ من اینجا تحدی میکنم اگر چنانچه ایشون تونست در نهج البلاغه در شرح نهج البلاغه یک جا همچه تعبیری برای ما بیاره هر چقدر جایزه بخواد من میدم و نسبت به فرمایشاتی هم که ایشون در اینجا افاضه فرمودن بی قید شرط هم من قبول میکنم. اصلا من همین که این چیز رو شنیدم از که کامپیوتر زدم کلمه المسلمین در سراسر نهج البلاغه این واژه وجود نداره. این واژه حالا دوستانمون یک برنامه دارن دروغ ممنوع، حالا این یک سوژه خوبی هست برای اونها. برنامه دروغ ممنوع حالا این نهج البلاغه است. احمد جان نشان بده این رو. این کتاب نهج البلاغه است، نهج البلاغه خودشون. اینم به اصطلاح شناسنامه این کتاب چاپ خودشون هست. ایشون گفت که من همه نهج البلاغه را سرچ کردم یک جا هم کلمه المسلمین نیامده. اولین کلمه المسلمین دوستان عزیز نشون بدن. اینجا در این قسمت میگه که بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها. المسلمین اینجا ذکر شده. بله اینجا کلمه المسلمین. این در خطبه 167 نهج البلاغه است. در خطبه 167 نهج البلاغه کلمه المسلمین در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم احمد جان. در خطبه 169 در نهج البلاغه دوستان عزیز نشون بدن این رو. خطبه 169 نهج البلاغه در اینجا نظام المسلمین، اینجا کلمه المسلمین ذکر شده. تشکر میکنم احمد جان. کلمه المسلمین در خطبه 172 در خطبه 172 در اینجا بیت المال المسلمین ذکر شده. تشکر احمد جان. در خطبه بعدی در خطبه 176 در خطبه 176 در اینجا الراحه من دماء المسلمین و اموالهم، در اینجا کلمه مسلمین ذکر شده. تشکر میکنم احمد برادر عزیز. در نامه 20 احمد جان اینجا رو نشون بده. بله اینجا در نامه 20 من فی المسلمین نامه 20 در اینجا، بله در اینجا هم ذکر شده. تشکر برادر عزیز. در نامه 43 در نامه 43 نهج البلاغه المسلمین در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم احمد جان برادر عزیز. در نامه 53 در نامه 53 نهج البلاغه در اینجا هم المسلمین دون المسلمین
در اینجا ذکر شده. تشکر احمد جان. و در نامه 69 در اینجا لعامة المسلمین در اینجا ذکر شده. من یک سری زدم به فهرست کلماتی که در همین کتاب نهج البلاغه‌ای که ترجمه آقای محمد دشتی است و در ایران هم چاپ شده، در صفحه 921 این کتاب در اینجا احمد جان نشان بده این رو. در اینجا مسلمانان یا مسلمان در المسلمین به اصطلاح مسلمانان المسلمین، حکمت 317 خطبه 176 حکمت 369 خطبه 147 نامه 77 نامه 88 نامه 47 خطبه 146 خطبه 121 خطبه 74 خطبه 241 خطبه 11 106 146 نامه 58 167. همه اینا مواردی است که کلمه المسلمین در نهج البلاغه ذکر شده و این نشان دهنده جهل این آخوند است. این اولا. ثانیاً سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در دعونی والتمسوا غیری اینی لکم وزیرا خیر منی امیرا، حضرت علی میگه که مرا رها کنید و دیگری را به اصطلاح به عنوان امیرتون تعیین بکنید که من به عنوان وزیر باشم بهتر از این است که به عنوان امیر باشم. اگر ایشون از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان خلیفه و جانشین و امام تعیین شده بود، حق نداشت که الله گفته تو امام هستی، خلیفه هستی، پیامبرم تعیینش کرده و این بگه که نه 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 به خدا من دوست ندارم این امامت و خلافت شما رو و از آب بینی بزم برای من بی ارزش تره. ثالثاً ما در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ای محمد به اونها بگو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. ای محمد بگو با آنها که تو بشری هستی مثل آنها، فرق تو با آنها این است که برای تو وحی می شود. اگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اون فضائلی که ما قبول داریم به عنوان یک صحابی، به عنوان یکی از سادات اهل بیت، اگر اون فضائل رو نمی داشتن مانند بقیه مسلمان ها بودن. اما این که ما اونا رو بیایم افضلیت بدیم بر انبیا و بر ابراهیم علیه السلام و بر غیره، این شرک و کفری است که این آخوندا بهش معتقد هستن. و ببینید جهل اینها رو نسبت به نهج البلاغه خودشون، حالا قرآن و غیره رو که بله. احمد آقا میگن که جایزه رو احمد کارگردان عزیز برنامه تعیین میکنن. بفرمایید احمد آقا. باشه، خب جایزه رو خودشون نشون میدن. اگر کلیپشو دارید نشون بدید، اگر که ندارید من نشون بدم. باشه، من جایزه احمد آقا رو پخش میکنم اینجا، دوستان اینو نگاه بکنم. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 1330 نه 1130 از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه مجلسی 1111. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 خورد 50 1555 این که بلد نیست از 1000 تا 1100 یک شماره انتخاب بکنه، بعد میگه که بله من اینجا جایزه تعیین میکنم که در کل نهج البلاغه بیش از 20 مرتبه اسم کلمه المسلمین ذکر شده، میگه یک مرتبه هم نیومده. و تو برو اول اون از 1000 تا 1100 یک شماره دقیق انتخاب بکن، بذار شبکه ولایت پخش بکنن تا ما این همه این کلیپ رو نشون ندیم. من حزم اینجا اعلان میکنم که شبکه ولایت یک مسابقه برگزار بکنه و آقای قزوینی رو بیارن، ایشون از 1000 تا 1100 یک شماره صحیح انتخاب بکنن که ما به این کلیپ اضافه بکنیم یا اصلا کلا این کلیپ رو دیگه پخش نکنیم در این برنامه.